بیاین راجع به آهنگ کاشکی شاه بودم ستار صحبت بکنیم. چیزی که میخوام راجع بهش اول بگم، چیزی که به نظرم مهمه پیش از شروع توضیح بدم این هست که هدف از این تحلیلی که الان داریم این نیست که بخوایم از این آهنگ انتقاد بکنیم، چون واضح هست و مشخصه برای هممون که این آهنگ قرار نیست که یه بیانیه اقتصادی باشه، لذا این قسمتش کاملا درک میشه. منتها خب این آهنگ هدف متفاوتی داره. هدفش اینه که به ما راجع به این ایده توضیح بده که باید به فکر هم باشیم، باید همدیگه رو دوست داشته باشیم و اینها. از نظر من این آهنگ خیلی قشنگیه و خب ایده پشتش ایده خیلی جالب و خوبیه که اینو به ما یادآوری میکنه که هوای همو داشته باشیم و نشون دهنده تصویریه که ستار از یه دنیای ایدئال داره که توش خوبی آدما رو میخوایم، نه بدیشونو. لذا از این بابت من فکر نمی کنم که لازم باشه بحث داشته باشیم راجع بهش. این آهنگ در اصل راجع به اینه، راجع به اقتصاد نیست. اما چرا دارم این ویدیو رو تهیه می کنم؟ به خاطر اینکه بعضی از چیزهایی که توی این آهنگ مطرح شده باورهاییه که بعضی از ماها توی جامعه واقعا راجع به دنیا داریم و بد نیست مرور بکنیم اینها رو و ببینیم آیا واقعا در دنیای واقعی اینا جواب میدن یا نه. خب آهنگ اینطوری شروع میشه، میگم که کاشکی شاه بودم، شاه تو قصه ها بودم. کی واقعا دوست نداره؟ به فکر چاره‌ای واسه تمام آدما بودم. همونطور که گفتم زیبایی این آهنگ به همینه که داره راجع به این ایده صحبت میکنه که به فکر همه باشیم و دنیای ایدئال دنیاییه که خوبی همه رو بخوایم. ولی خب از اینجا به بعد بشینیم واقعا راجع به این صحبت کنیم که آیا اصلا چیزایی که تو این آهنگ گفته میشه تو دنیای واقعی جواب میدن یا نه. رو پشت بوم خونه ها تموم و گل میکاشتم. میخواد رو پشت بوم کل خونه ها گل بکاره. این منو یاد چیز میندازه ها، یه همچین ایده هایی رو و طرح‌هایی رو توی اروپا و آمریکا اجرا کردن، کشورهای حالا مختلف، نه فقط اروپا و آمریکا، ولی که در ازای حالا یه سری دقیق نمیدونم یه سری مزایایی بوده، حالا میخواد معافیت مالیاتی باشه یا چی، یه سری آدم‌ها رو پشت بوم خونه هاشون مثلا حالت فضای سبز ایجاد میکردن، ولی خب خود دولت ها این کارو نمیکردن و خب اینجا ما داریم راجع به یه تصویر کلاسیک شاه صحبت میکنیم که عملا دولت میشه. خونه فقیر و دارا ناودون طلا میذاشتم. خب اینجا زیاد بحث هست. خونه فقیر و دارا ناودون طلا میذاشتم. هدف از این کار کامل مشخصه، اینکه به همه در واقع پول بدیم و همه پولو داشته باشن، چرا بین همه تقسیمش نکنیم دارایی رو. حالا جدا از این که خب این یه تصویر کلاسیک از یک شاه، تو شاه‌های مدرن معمولا اونقدری اصلا ثروتشون متمرکز نیست که بتونن یه همچین حرکتی رو بکنن، اونقدری اختیار ندارن در واقعیت. چون الان شما بخوای همچین کاری بکنی اینقدر مخالفت‌های علمی با این کار صورت میگیره که مجبور میشه طرف تصمیمشو پس بگیره. مهم نیست کجا باشه، یه سری چیزای واقعا از منطق عمومی اگه خارج بشه هیچ کس زیر بارش نمیره. ولی در گذشته شاید همچین چیزی ممکن بود به شرط اینکه طرف واقعا اینقدر ثروت می‌داشت که خب نداشتن واقعا. اما خب به فرض بگیریم که واقعا ستار شاه اونقدری ثروت داره که بتونه خونه همه ناودون طلا بذاره. آیا این کار درست و منطقی هست یا نه؟ یا به عبارت بهتر بگیم مثلا جواب میده یا نه؟ مشکلی که این قضیه خب جواب نمیده. واضحا جواب نمیده. اما مشکلی که این مسئله داره چیه؟ مشکلی که این مسئله داره اینه که شما اگر فرض بگیر ناودون طلا بذاری، حالا مشکلات واضحشو کار نداره، مثلا اینکه چه میدونم طرف اگه فقیر باشه میره اون ناودون طلا رو میکنه میبره میفروشه. و حالا مثلا فرض بگیریم یه تیکه طلا به همه میدی، اون ناودون طلا رو حالا میدی، حالا هر کاری میخواد باش بکنه. مسئله اینجاست که شما وقتی این کارو انجام بدی یعنی اینکه یه ثروتی در اختیار همه گذاشتی، درسته؟ خب مشکل بازار اینه که شما وقتی این ثروت ها رو در اختیار آدم ها میذاری، بازار هم خودش متوجه میشه که یه ثروتی در اختیار آدم ها گذاشتی. مثال بزنم، اگر شما همین الان 1000 میلیارد تومان پول دستت بیاد و خب همه میدونن که یعنی اطرافت همه خبر دارن که 1000 میلیارد تومان پول دستت اومده، شما وقتی وارد مغازه محلت میشی میری یه چیزی بخری، طرف انتظار داره که مثلا میگم فرض کن یه کیکی که 15000 تومان رو 30000 تومان ازش بخری. بعد با خودش اینجوری فکر میکنه، شاید حتی به نگه ها، ولی با خودش این فکر رو میکنه و اینجوریه که اوکی برای تو 15000 تومان هیچی نیست ولی برای من خیلیه. تو الان 1000 میلیارد ثروت داری، 15 تومن واقعا چه تفاوتی با حالت میکنه؟ خب همه چیزایی که میخوای بخری رو دوبل بخر، به حال تو که فرقی نمیکنه، تو ثروتت زیاده. خب چرا مثلا با قیمت بیشتر نخری؟ منطقیه نیست؟ ببین
این دقیقاً تورمه. وقتی پول دست شما میاد، جامعه، بازار هم خبر داره که پول دست شما اومده و اینجوری که قیمت ها میره بالاتر. چرا؟ چون اینجوری که خب اوکی، تو اگه توانت بیشتره برای اینکه بخوای بخری، من قیمت رو میبرم بالاتر. مثال میزنم، فرض کنید یه تایمی اینجوری باشه که دولت مثلا میخواد یه یارانه‌ای پرداخت بکنه. مثلا فرض کنید که دولت مثلا 10 میلیون تومان به همه بده. خب حالا یه کسی که توی بازاره با خودش حساب میکنه که اوکی، اینا الان پول دستشون اومده، من میتونم 10% قیمت جنسم رو افزایش بدم و خب اینا پول دستشون اومده میتونن بخرن. ببین این قضیه بهش میگن تورم، جایی که وقتی شما پول دستتون میاد قیمت ها هم افزایش پیدا میکنه و این یه چیز طبیعیه، کاریش نمیشه کرد. یعنی فکر میکنم مثلا شاید بعضی فکر کنن با خدمت عرض کنم کنترل بازار میشه این قضیه رو جمع کرد، ولی نه، واقعا اینجوری نیست. این اتفاق چه زور بزنی چه نزنی میفته، کاریش نمیشه. لذا بله، شما میتونید نافتون طلا بذارید ولی در نهایت قرار نیست اونجوری که فکر میکنی نجاتت بده و میتونید ناودون طلا بذارید ولی در نهایت ارزشه در نهایت کم میشه، چون قیمت ها میره بالا و خب به همون میزان. یعنی ببین تو مثلا میتونی بری 1 کیلو طلا در اختیار همه آدما بذاری، بعد به اندازه همون 1 کیلو طلا قیمت ها افزایش پیدا میکنه، لذا عملا شما 1 کیلو طلا رو محو کردی. البته در واقعیت 1 کیلو طلا نیست، چون به همه رفتی 1 کیلو طلا دادی، لذا عملا شما 1 کیلو طلا رو ضرب در کل جمعیت عملا ناپدیدش کردی و خب میبینید که فایده نداره. یکم جلوتر میگه که میگفتم هر کی داره کبوتر و قناری رها کنه به عشق روزای بیقراری. خب ایده به نظر قشنگ میاد. من تا دوست دارم راجع به این موضوع هم صحبت کنم و بگم که یکی از چیزایی که یکی درس هایی که ما در کلا اقتصاد، سیاست و جامعه شناسی باید بگیریم اینه که یک سری از کارهای دستوری واقعا جواب نمیده. میتونید همه مردم رو مجبور کنید ولی همشون در نهایت قرار نیست همچین کاری رو انجام بدن. میگم دوباره کاری به این آهنگ نداریم، داریم صرفا راجع به از این آهنگ به عنوان یه بهونه استفاده میکنیم راجع به جامعه صحبت کنیم و خب میتونی بگی همه کسایی که کبوتر و قناری دارن به عشق روزای بیقراری آزادشون بکنن، منتها خب همه این کار انجام نخواهند داد، باعث ایجاد دعوا و درگیری و جنگ میشه الکی توی یک کشور. یکی از چیزهایی که برای مدیریت یه جامعه باید بهش توجه بکنیم همین قضیه است که باید سعی بکنی دخالتت رو در جامعه به حداقل برسونی. فقیرها رو پول میدادم، زندونی‌ها رو آزاد، هرچی کویر خشک خودم میکردم آباد. فقیرها رو پول بده، خیلی عالیه. منتها خب دوباره میگم تورم ایجاد میشه. خب پس چی؟ یعنی کلا ولشون کنیم؟ نه 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 نه، راهکارها پیچیده ترن، امکان پذیر حل کردنش، ولی راهکار پول دادن ساده جواب نمیده روش. میتونی شغل ایجاد کنی و اجازه بدی که خود اون آدم ها بتونن درآمد کسب بکنن و یواش یواش مشکلشون رو حل بکنن. این خیلی بیشتر میتونه مفید باشه برای اجتماع و اقتصاد تا اینکه صرفا بهشون پول بدیم. هرچی کبیر خشک خودم میکردم و بعد آخ این روزها بیشتر از هر چیزی این قضیه داره واقعا همه ما رو آزار میده. ایران واقعا در مرز ورشکستگی آب قرار داره و واقعا وضعیت افتضاحیه. متاسفانه حل و فصل کردن یه همچین چیزی ممکنه دهه‌ها زمان ببره. کاش ولی واقعا ستار شاه بود و این کارو میتونست بکنه. اولین قدم آباد کردن کویرهای خشک اینه که به حرف متخصصین محیط زیست گوش بدید. صرفاً جهت اطلاع. هر کس به دین و کیش خود سرگرم قوم و خویش خود. آزاد میذارید آدم‌ها رو. چقدر عالی. هر کس با اعتقادش، منطق و عدل و دادش. هر کس با اعتقادش که کاملا اوکی، ولی منطق و عدل و دادش متاسفانه همه آدم‌ها عدل و داد عادلانه‌ای ندارن. خیلی از آدم‌ها عدل و داد رو بر این میدونن که مخالفشون رو بکشن. فکر نمی‌کنم اونقدرها بدونن عدل و داد یعنی چه. بگذاریم. یه گلخونه، یه میخونه، سر تموم گذرا، واسه تموم عاشقا، واسه همه رهگذرا. میخواد یه گلخونه به یه میخونه سر تموم گذرا بذاره، واسه تموم عاشقا، واسه همه رهگذرا. ببین این قشنگیش. بیاین یکم راجع به این صحبت کنیم. میدونم هممون میدونیم یکم مسخره است، ولی یه لحظه فکر کنیم سر همه گذرا، حالا تعریفش از گذر چی باشه مهم نیست. فرض کنیم همه جا، هر مثلا سر هر چهارراهی، سر هر خیابونی، سر هر کوچه‌ای میخواد یه گلخونه بذاره، یه میخونه بذاره.
به نظرتون واقعا این همه گل رو از کجا میتونیم پیدا کنیم جدا؟ شاید کل کشاورزی مملکت رو باید چیز کنیم، شیفتش بکنیم بره روی پرورش گل برای پر کردن این گلخونه ها و میخونه. اوه قشنگ اینجوریه که سر هر گذر یه میخونه میخواد باشه. احتمالاً ایران یکی از بزرگترین صنایع الکلی جهان رو بخواد داشته باشه تحت مدیریت ستار شاه. تصویر جالبیه ولی وقتی بهش فکر میکنی. یه مدرسه میساختم به قد 7 دریا که از تموم دنیا فقط بیان تماشا. خب پس با این حساب ما یه مدرسه میسازیم که همه بیان تماشاش کنن. احسنت ستار شاه، باریکلا باریکلا. ولی خب به قد 7 دریا یعنی تصور مثلا ستار شاه اینجا اینه که یه مدرسه مرکزی یه دونه بزرگ باشه بهتر از اینه که یه عالم کوچیک باشه. این منو یاد چیز میندازه، یاد مدل هاب اند اسپوک توی خطای هوایی جهان که مثلا بحث سر این بود که کدوم مدل مثلا بخواد پیاده بشه. اینکه یه سری شهرهای بزرگی باشن مثلا وضعیت الان دبی که همه پروازا برن اونجا، بعد از اونجا برن به شهرهای کوچیک. یعنی مثلا شما اگه میخوای مثلا بری چه میدونم از یه شهر کوچیک ایران میخوای بری یه شهر کوچیک آمریکا، از شهر کوچیک ایران میری شهر بزرگ ایران، از شهر بزرگ ایران میری شهر بزرگ آمریکا، از شهر بزرگ آمریکا میری شهر کوچیک آمریکا. خب این خیلی منطقی به نظر میاد دیگه، مگه نه؟ قبلا هم همینجوری بود اصلا کلا سیستم هوایی در جهان. ولی جالبیش اینجاست که با بهینه شدن هواپیماها ایرلاین ها متوجه شدن که اتفاقا مسافرین روی خوشی نشون میدن به این که هواپیماهای کوچیک از شهرهای کوچیک به شهرهای کوچیک مستقیما پرواز داشته باشن و از این مدل هاب اند اسپوک که شامل همون شهر بزرگ به شهر کوچیک باشه دور شدن. خیلی جالبه برام. و کلا ما در طول مثلا زمان اینو خیلی یاد گرفتیم که از مدل‌های مرکزی فاصله بگیریم خیلی نتایج بهتری داره. حالا این اینجوری نیست که در تمام موارد در تمام سناریوها و در تمام علوم قرار اینجوری باشه ها، بستگی داره. ولی به طور کلی این یه درس جدیدیه که ما گرفتیم. یعنی در گذشته همیشه طرز تفکر این بود که یه مدرسه بسازیم قد 7 مثلا دریا که همه از همه جا بیان اونجا درس بخونن. ولی الان داریم یاد میگیریم که باید 7000 تا مدرسه بسازی قد یه دونه مدرسه ولی تو 7000 تا نقطه مختلف و این بازدهی بیشتری داره تا اینکه بخوای یه دونه رو یه جا مرکزی بسازی. این برام جالب بود. هر کی عروسی میکرد 7 شتر جهازش، مال و ملال و ثروت تا حد بی‌نیازش. آخ. به نظرتون چه اتفاقی میفته اگه مثلا حالا 7 شتر به همه آدما بدی، یا مثلا فرض کن یک کوه طلا به هر آدمی بدیم، از اون به بعد وقتی همه طلا داشته باشن دیگه طلا بی ارزش میشه؟ نه، متاسفانه این یه مشکلیه که دنیای ما داره و مجبوریم باهاش بسازیم. چیزیه که نمیشه درستش کرد، کاریش نمیشه کرد. اگه یک شی ارزشمند رو همه داشته باشن دیگه ارزشمند نیست و لذا باید حد تعادلش رو پیدا کرد. ببین بحث این نیست که پول ندیم به آدم‌ها چون تورم ایجاد میکنه و بی ارزش میشه پول. بحث اینه که شما یه سیستمی ایجاد بکنی که آدم‌ها در ازای تلاشی که میکنن ثروتشون رو به دست بیارن و ترجیحاً اینو هر چقدر میتونی عادلانه ترش بکنی. اونجا میبینی که خیلی خوبتر میشه قضیه و خیلی خدمتتون عرض کنم که خیلی عادلانه تر میشه همه چیز. میگم یه جمله دوست دارم، ببین کجاها ما رو برد گنج سلیمون میدادیم ما رو به وجد نمیآورد. اوکی، راست میگه واقعا. ببین با همه چک های واقعی که روش میذاریم و فکر میکنیم با خودمون که آیا این جواب میده یا نمیده، ولی در نهایت ایده نهاییش ایده قشنگیه. مثلا اینکه یه لحظه فکر کنیم به یه همچین دنیایی که انقدر ایدئال باشه و حداقل ما رو با ذات خودمون آشنا کنه. ما واقعا آدمای بدی نیستیم، ما خیر همون میخوایم اگر دستمون باز بود. گاهی اوقات بهتر یادمون بمونه بعضی تلخی ها فقط نتیجه سختی های روزگارن. سختی های روزگار رو بزنی کنار، تلخی ها هم تبدیل به شیرینی میشن. ولی آخ گنج سلیمون میدادی ما رو به وجد نمیآورد. راست میگه واقعا. در کل آهنگ خیلی قشنگیه و من باش حال میکنم و به نظرم چیز جالب و خوب. یه ایده اساسیش که خب مشخصه، ایده پشتش این بود که با هم خوب و مهربون باشیم و یه تایم خوبی رو داشته باشیم با شنیدن این آهنگ. اما خب جدای از این قضیه دوست داشتم راجبش صحبت بکنم که خب می‌بینید واقعا متاسفانه در واقعیت نمیشه صرفا پول کف دست آدم‌ها گذاشت. اینو یادتون باشه
دنبال این نباشیم که پولو یک سره برداریم بیاریم بذاریم تو جیبمون، بلکه این پول رو باید توی اقتصاد درست ببریم سرمایه گذاریش کنیم. که خب حالا من دارم با شما صحبت میکنم و یادتون باشه من با غریبه ها صحبتی ندارم، با کسایی که بگذاریم. اگر پیشنهادی داشتید برای اینکه دوست دارید دیگه راجع به چی صحبت کنیم حتما بهم بگید. دوستتون دارم.